قرب رسمی روبل روسی در برابر سومونی یک چند روز باز بیست پایین می رود. بانک ملی تاجیکستان روز 6 اپریل سال 2023 قرب 1000 روبل روسی را رسما 137 سومونی مقرر کرده است. یک روز قبل 1000 روبل 138 سومونی، در اول هفته یعنی روز 3 اپریل 140 سومونی، در پایان هفته گذشته یعنی روز جمعه 31 مارس 141 سومونی و در اول ماه مارس سال 2023 1000 روبل روسی 144 سومونی ارزش داشت. افت قرب روبل در تاجیکستان در حالی است که چند وقت باز قرب واحد پول روسیه در برابر اسعار دیگر نیز به شدت پایین می رود. روز 6 اپریل قرب رسمی دلار امریکایی به 80 روبل نزدیک شده. قرب یورو واحد پول مشترک کشورهای اروپا از 87 روبل گذشت. دوام سال 2022 قرب روبل روسی با وجود جنگ این کشور بر ضد اوکراین بلند باقی مانده. یک مدت در بازار اسعار تاجیکستان از مرز 170 سومونی برای 1000 روبل گذشته بود، اما در ماه دکبر سال 2022 قرب 1000 روبل تا بعد 144 سومونی پایین رفت. در پی افتیدن قرب رسمی روبل، بانک‌های تاجیکستان نیز قرب مبادله پول روسی را عوض کردند. آریان بانک و سپیتامین بانک روز 6 اپریل 1000 روبل را با قیمت 136 سومونی عوض می‌کردند، ولی اسخات اومو الف و امانت بانک برای 1000 روبل طبق قرب رسمی به مشتریانشان 137 سومونی پیشنهاد می‌کنند. در این زمان قرب رسمی دلار یورو به تغییر باقی مانده. قرب دلار امریکایی 10 سومونی و 91 درم و قرب رسمی یورو 11 سومونی و 96 درم مقرر شده است. افت به شدت قرب روبل ساکنان تاجیکستان به خصوص خانواده‌هایی را که منبع اساسی تامین زندگیشان پول فرستاده مهاجران از روسیه است همیشه سخت نگرانی می‌کند. کاهش قرب روبل به سطح درآمد این خانواده‌ها جدا ضربه می‌زند، چون که معاش درآمد اکثریت مهاجران تاجیک در روسیه با روبل است و بیش از 90% پول‌هایی که از روسیه به تاجیکستان اساساً با شرافت مهاجران انتقال می‌دهند نیز با روبل است. سال 2022 از روسیه به تاجیکستان و اساساً با شرافت مهاجران بیش از 12.5 میلیارد دلار پول آمده بود که قریب برابر بودجه سالانه این کشور است.